Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинон, ман Ассалому, умед шумо бошад дар канали Veimas TV қарор доред. Дар видеои имрӯза шуморо бо статистикаи Чумхурии Точикистон дар рейтингҳои ҷаҳонӣ шинос хоҳам кард. Видеоро то охир тамошо кунед ва мефаҳмед ки Чумхурии Точикистон аз рӯи ахоли, масохат, аз рӯи дастраси ба интернет, аз рӯи экономика, аз рӯи шиносномааш, аз рӯи захираҳои тиллоӣ ва футбол дар чандум ҷой меистад. نگفتن همونم که همه این استاتستیک ها از اینترنت گرفته شده‌اند و هستن شرکت های مخصوص که انمی خیلی استاتستیک رو میگذارند. در نوبت خود باشد این استاتستیک ها طول هر هفته، هر ماه، هر سال تغییر یافتن میگیرند. برای همین استاتستیک هایی که در آن همین ویدیو آورده میشوند ممکن فرقیت داشته باشند از آن استاتستیک هایی که شما میدونید. اینچنین در آخر ویدیو با همه تماشابینان یک سوال داده میشود. کسی که میخواهد میتواند جوابش رو در کامنتار نویسد. ما باشد ویدیو رو آغاز میکنیم. در اول میبینیم که از روی مساحت جمهوری تاجیکستان در کدام جای قرار دارد. بسیاری فکر میکنند که وطنمان کشوری خرد است، اما باور کنید از ما دیده در جهان با 100 دولت دیگر خردتر وجود دارد. با تکیه به معلومات از ویکیپدیا، یعنی که در بین 193 دولت جمهوری تاجیکستان در جای 93 قرار دارد. اکنون باشد میگذاریم به سرشماری اهالی. طبق نشریه اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اهالی کشور در روز یکم январи سال 2019 9 میلیون 127 هزار نفر را تشکیل داد و این چیز در نوبت خود مقام تاجیکستان را در ریتینگ جهانی در جای 94 قرار می‌دهد. سازمان ملل متحد به زبان روسی آن باشد پیشگویی کرده است که تا سال 2100 اهالی جمهوری تا 172% زیاد می شود. میگذاریم به ریتینگ جمهوری تاجیکستان در فوتبال. این حال جمهوری تاجیکستان در بین 211 کمانده در جای 119 قرار دارد با داشتن 1152 خال، یعنی که به زبان روسی اچکو. یادآور میشم که از همه نشانداد خوبی کمانده جمهوری تاجیکستان در ریتینگ فیفا این در ماه ایول سال 2013 بود که در اون وقت دسته منتخب تاجیکستان 40 زینه بالا رفت و مقام 106 را گرفته بود. از همه بدترین نشانداد باشد در سال 2002 به قید گرفته شده است. در اون وقت دسته منتخب کشور در جای 168 قرار داشت. طبق اطلاعات سامانه اینترنت والستات در ماه دکبر سال 2018 از اینترنت در تاجیکستان 3,13,256 نفر استفاده می‌بردند و خلاص. شبکه اینترنت باشد همگی 32.4% مساحت جمهوری تاجیکستان را می‌پوشاند. از روی نرخ 1 گیگابایت اینترنت تاجیکستان در بین 230 دولت جای 103 را اشغال می‌کند. از همه اینترنت ارزان باشد این در هندوستان به قید گرفته شده است که نرخش برابر است به 26 سنت. و فکر کنم درباره اینترنت هم فهمیدید. میگذاریم به قسمت دیگر. حاضر باشد میفهمیم که تا چقدر شناسنامه جمهوری تاجیکستان بکووت است. طبق گزارش گلوبال پاسپورت با شناسنامه تاجیکی که ما و شما داریم میتوانیم به 66 دولت جهان به ویزا به زبان تاجیکی روادید سفر کنیم. در بین دولت‌های جهان باشد شناسنامه جمهوری تاجیکستان مقام 70 را سزاوار است. میگذاریم با اکونومیکا. از روی ВВП به زبان تاجیکی مجموع محصولات داخلی در بین 195 دولت تاجیکستان جای 175 را صاحب است. در سال 2018 ВВП تاجیکستان برابر شد به 7.5 میلیارد دلار آمریکایی. از روی داشتن تیلو باشد جمهوری تاجیکستان در بین 100 دولت با داشتن 20.4 تن تیلو مقام 60 را سزاوار است. از روی صفت راهها باشد جمهوری تاجیکستان در بین 137 دولت بنابر گزارش سایت نونیوز در جای 70 قرار دارد. این بود اون همه معلومات هایی را که به سهم شما رساندم. حاضر باشد گوش میکنیم سوال را. اولین بار لایک همین خود روی راست مونده که اگر جواب شما مثبت باشد یعنی که بله ها، پس معلوم می شود که ویدیو به شما پسند اومد و میتوانید به دوستانتون نیز توصیه دهیدش.
در اینجا باشد ویدیو امروز را به انجام میرسونیم. در کانال подписаться کنید، یعنی که ابونه شوید و انتظار آن همین گونه ویدیو رولک های نو باشید. با شما بودم طول این چند مدت. من سمیع امید به همه برای کار در پناه الله. خیر تا بازدید.